مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره هلاکت 4 نفر در دو صدمه شبانه در راههای جمهوری خبر داد. صدمه اعظم مدهش برخورد یک ماشین تویوتا با 8 عضو یک عائله به ماشین بورکش دولان در نیمه شب 8 سپتامبر در شهر وحدت بود که بر اثر آن راننده ماشین با دو فرزندش، دختر 17 ساله و پسر 12 ساله این خاندان در جای حادثه به هلاکت رسیده. بیبی و مادر آنها را با 3 فرزند دیگر این عائله که 2، 14 و 15 سال دارند با جراحت‌های گوناگون در حالت وزنین در بیمارستان بستری کردند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، نیمه شب 8 سپتامبر سال 2023 تخمینا ساعت 00:20 دقیقه راننده ماشین تمغه تویوتا کرولا محمد علی خورشید مرودعلیویچ سال تولدش 1983 ساکن شهر وحدت هنگام حرکت در راه ماشینگرد دوشنبه وحدت در حدود کوچه رودکی بنابر سبب بلند بودن سرعت حرکت از روده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل حرکت رو برآمده به ماشین بورکش تمغه دولون تحت اداره راننده ایدیف سید احمد سال تولدش 1973 ساکن نویه شمس‌الدین شویم برخورده است. در نتیجه راننده تویوتا کرولا محمد علیف و مسافرش محمد علی و صوفیا سال تولدش 2006، محمد علیف یوسف جان سال تولدش 2011 ساکنان شهر وحدت جراحت‌های وزنین جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. مسافران دیگر این ماشین محمد علی و گلرکت سال تولدش 1952، ستار و نیگورا سال تولدش 1983، محمد علی و مدینه سال تولدش 2008، محمد علیف محمد علی سال تولدش 2009 و محمد علیف عبدالله سال تولدش 2021 ساکنان شهر وحدت جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. تفصیلات دیگر حادثه گفته نشده است. همچنین شب 7 سپتامبر سال 2023 تخمینا ساعت 23:00 دقیقه راننده ماشین تمغه مرسدس بنز محمد شیر علی سال تولدش 1986 ساکن شهر ایسار هنگام حرکت از سمت کوچه رودکی به سمت کوچه منس شهر شراره شهر ایسار هنگام حرکت از سمت کوچه رودکی به سمت کوچه منس شهرک شراره شهر ایسار از روده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگر دولتزاده عبدالرحیم سال تولدش 2002 ساکن ایسار را پخش نموده است. در نتیجه دولتزاده جراحت‌های وزنین جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. بنا به آخرین آمار وزارت کارهای داخلی در نیمه اول سال 2023 در راههای تاجیکستان در 492 صدمه 193 نفر به هلاکت رسیده، 514 نفر دیگر جراحت برداشتند. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.